همونی که الان گفتید استاد دوباره بگید. من گرچه میرزا غلام رضا رو سرور خوشنویسان میدونم، اما یه واقعیتی رو نمیتونم کتمان بکنم که استاد امیرخانی 40 سال 50 سال هنوز در قله باستاده. خیلی حرفه آقا، یاد نره این جمله رو، به قله رسیدن آسونه، در قله ماندن سخت. یعنی استاد امیرخانی یه آدم میگه خوشنویس معمولی اصلا نیست. اگر بخوایم حقوقشو در کنار میرماد و میرزا غلام رضا و خوشنویس‌های خوب قالی‌ها و خوشنویس‌های دوران صفوی سرآمداشون رو دارن میگن، در این با این دو بزرگوار مقایسه بکنیم، باید به هر سهشون نمره 100 بدیم. نمره 20 برشون خیلی کم، نمره 100 بهشون بدیم. امیرخانی، غلام رضا، میرماد از نظر من هر سه یک تر. حالا این جمله رو خوب گوش کن. اگر شما بخوای بفهمی میرزا غلام رضا چه کار کرده، چون حس تو، روح تو، چشم با شیوه استاد امیرخانی عجیبه. استاد امیرخانی از ترانه شمس روزگار ماست، داریم میبینیمش، سایش به ما الهام میده. نگاش میکنی تو تلویزیون، توی موبایلش به صورتش نگاه میکنی، خطش یادت میاد، منبع الهامه. بنابراین دستتون رو با شهد گرمای استاد امیرخانی گرم کنید و با صلابت و استحکام میرزا غلام رضا بنویسید. من هیچ وقت الان دهگاهی که میخوام توی بعضی کاران یک کم شیرین کاریای معاصره نشون بدم، بوریز میزنم به شیرین استاد امیرخانی. بنابراین شما مثل من سعی کن کار کنید، شیوه استاد امیرخانی رو هضمش کن، در کنارش برمی امادن. میخوای یه سطح بنویسن برای از میرماد که واقعا چشمات لنگلنگه بره، همین الان بدون هیچ چیز ندونم، همین الان میتونم بنویسم از میرماد بنویسم. میخوام بگم باید به خوشنویس محقق باشه. چیشش به غلام رضای تنها رسید دیگه آخ این دیگه آخرشه، به میرماد رسید دیگه آخرشه، به استادم نه، همه رو محتون هر کدومشون یه چیزی دارن میزن، هر کدومشون یه جوری دارن میزن. ببین این کلمه زیبایی رو که مثلا کلمه آره یا آره، مشهدی به کلمه آره میگه آره، شیرازی به همین کلمه آره میگه همین آره رو، یه طعم دیگه میده، یه لحن دیگه میده، ترمی یه جوری دیگه میگه، اسپومی یه جوری دیگه میگه. این بده که من بتونم هر لهجه‌ای که تو ایران رو از فرار باشم؟ نه. بنابراین لهجه های خط ما باید بفهم. اصلا نگران این که عمر من کفاف نمیده امیرخانی، چرا؟ محقق باش، 100 سال هم اضافه میگیری، محقق باش. بنابراین شیوه استاد امیرخانی تا میتونید از خط استاد امیرخانی شیوه کشی کنید. که من این روز وقتی خط غلام رضا رو می‌نویسم، به شیوه غلام رضا بخوام بنویسم، باید بدونم امیرخانی کجاها رو اون کار رو نکرده که میرزا غلام رضا کرده. باید بفهمم دور امیرخانی چجوریه که غلام رضا یه جوری دیگه است، اون یه جوری دیگه است رو باید بفهمم. من دست غلام رضا رو ندیدم چجوری می‌نویسه. الان دارم با جام کندن از طریق رفتارهای خطش میفهمم این چه کار کرد، چجوری گرفت بفهم. ولی الان استاد امیرخانی همین حاضره، رفتارش مثل آب خوردن، نگاه میگه من می‌نویسم، من بلدم، و همین راحتی میشه. بنابراین اولا که شأن منزلت استاد امیرخانی رو در هیچ جای تاریخ نباید کم بگیریم اصلا، به بهانه اینکه غلام رضا خارج شد. استاد امیرخانی باور کنید یه وجوده بی‌نظیره، بی‌بدیله. شما مثلا کن الان 50 سال واقعا
از سال 43 که من دیدم، از سال 43 که استادیشو گرفته سال 43 شوخی نیست، الان 99 58 سال استادی داره، 60 سال استادی داره ایشون، 60 سال استادی داره. از سال 43 تا همین الان هیچ کس نتونست مثلش بنویسه. نه اینکه بگیم باید مثل اون بنویسه، نه اصلا به تراز اونم نتونست بنویسه. استاد فلسفی واقعا نتونست، با اینکه در کتابت قولیه. استاد فلسفی نتونست، استاد بختیاری نتونست، استاد شیرازی نتونست، استاد صداقت جباری نتونست. درجه یک ها رو دارم میگم. این درجه دو استادش مثل بنده که دیگه باید بریم. ببینید بنابراین پیدا کنیم این معاصری که هم عصر ما هست واقعا درکش کنیم. خیلی عظمت تو خطش وجود داره.